همه ما عنوان سخنرانی. ما در دو جهان اما سرگردان نیستیم. همه ما در این دنیا به دنبال چیزی هستیم: ثروت، موفقیت، آرامش، عشق. هر روز می دویم، تلاش می کنیم، می جوییم. اما آیا واقعا سیراب شده ایم؟ آیا زمانی رسیده که بگوییم دیگر کافیست، من به آنچه می خواستم رسیدم؟ چرا هرچه بیشتر می نوشیم باز هم تشنه ایم؟ چرا هیچ چیز کافی نیست؟ بخش اول: حقیقت دو جهان. دو جهان در برابر ما قرار دارد: جهان مادی و جهان معنوی. در جهان مادی ما می خواهیم به بالاترین نقطه موفقیت برسیم، بهترین زندگی را داشته باشیم و هر خواسته ای را به دست آوریم. اما هرچه جلوتر می رویم تشنگی ما بیشتر می شود. اما جهان دیگری نیز وجود دارد، جهانی که آرامش در آن نهفته است، جایی که انسان نه با طمع بلکه با حقیقت سیراب می شود. بخش دوم: لحظه انتخاب. در هر لحظه از زندگی ما بین این دو جهان قرار داریم. آیا قرار است سرگردان باشیم؟ آیا باید بدون هدف در این دو مسیر حرکت کنیم؟ نه، ما می توانیم تعادل پیدا کنیم. ما می توانیم در جهان مادی زندگی کنیم، از نعمتهای آن بهره ببریم، اما روح خود را در جهان معنوی سیراب کنیم. رسیدن به آرامش واقعی. سیرابی واقعی از دانستن، از ایمان، از عشق، از اخلاق می آید. دنیا می تواند در اختیار من باشد، اما اگر معنای زندگی را پیدا نکنیم همچنان تشنه خواهیم ماند. ما همچون ماهیان دریا هستیم، هرچه آب می نوشیم سیراب نمی شویم مگر آنکه بدانیم به دنبال چه هستیم. پس امروز تصمیم بگیرید در دو جهان زندگی کنید، اما نه به عنوان یک سرگردان بلکه به عنوان کسی که مسیر خود را پیدا کرد. نتیجه گیری: سوال اصلی این نیست که چقدر از دنیا به دست آورده ایم. سوال اصلی این است که آیا سیراب شده ایم یا هنوز تشنه ایم؟ پس برخیزید مسیرتان را پیدا کنید. دنیا منتظر است که شما در آن بدرخشید. ما در دو جهان چون ماهیان دریا حریص هستیم که هرچه آب می نوشیم سیراب نمیشیم. هدی تابستان، آفتاب سوزان و عرق، و هدی زمستان، باران و برف. هدی پاییز، برگ زرد، و هدی بهار، نسیم و باران و ذوب برف. بهار معتدل همی آید با بلبل و گل و پروانه های رنگین گرد شمع. همی آیند مردم به بوستان و پاک و برای بازی و شادی شوند جمع. تابستان همی آید با خرما و شرجی و لباس های خیس و عرق. خورشید و سوزان و جهنمی و تشنه شوند لبها از اینکه بریزد از بدن عرق. پاییز همی آید با برف و باران و با برگ‌های زرد و ریخته بر زمین از باد شدید. گاهی اوقات هوا نه سرد و نه گرم و خنکای بهاری و اعتدال آرد پدید.
زمستان امی آید با برف و باران و تگرگ و بخاری، بدنهای لرزیده از سرما و تب کرده از بیماری. مردم امی روند به کوه و دشت و قله کوه، کلنگ ورزش‌هایی چون کوهنوردی، اسکی آکی یو روی یخ در دامنه کوه. هر فصلی دارد نمادها و نشانه‌های خاص خویش، هر فصلی دارد نمادها و نشانه‌ها و میوه‌ها و هدیه‌های خاص خویش، تا همگان باز شناسند فصل‌هایی را که می آید پیشا پیش. عمر زندگی بشر مثل همین فصل‌های چه آگانه در حال گذر و در حال تغییر است. فراز و نشیب دارد، ثابت و یک نواخت نیست و یک جور نخواهد بود. به نام خدای اصل و خدای زنبور اصل، سلام بر زنبور اصل پدید آورنده اصل. آن حشری که خدا به او وحی فرمود پدید آورد اصل. بنشیند روی شهد گل آب و بمکدیشان و بسازد کندوی اصل. در کوهساران و درختان خانه ای بسازد 6 ضلعی از اصل. برای من به بار آورد آن تنها غذایی که همیشه پایدارترین غذا است به نام اصل. هرگز باد و باران و آفتاب نیابد گدن داروی اصل. چگونه وصف کنم تو را که شفای همه دردهای مایی ای اصل. شرمنده ام و دانم هرچه در وصفت گفتم هنوزم کم گفتم ای اصل. تو داروی زرین و طلای ناب با سودهای بی شماری ای اصل. افسوس مردمان قدر تو را ندانند آن تو که باید ای اصل. تمام ویتامین های جان بخش خدا دادی در تو نهفته است ای اصل. کاش ما قدر تو را آنطور که باید میدانستیم ای اصل. هرگز به درد و بلا و بیماری نمی شدیم مبتلا با هر روز خوردن ای اصل. برو بخور شتابان هر روز یک یا چند قاشق اصل، چرا که ضد عفونت و ضد سرطان و شفا و دواست اصل. گر خواهی بدانی بهترین داروهای جهان کدامند، نتیجه میگیریم که در جهان بهترین کتاب دارویی قرآن است، همچنین بهترین غذای دارویی اصل. روزگار آموزگار بی رحمیست، چنین آموزگاری مثل او نیست. اول به عزت بلندت می کند و به اوج می رساند و تو می افراشدد، بعد یک دفعه به زمین می زندد و به خاک ذلت می اندازدد. این چنین دست می دهد تو را آموزنده و تجربه کننده، یکی سرفراز بیرون می آید و دیگری شکست خورده و به خاک ذلت افتاده. پس از زندگی دست بگیر و تجربه بیاموز، که روزگار این چنین دست می دهد و تجربه می آموزد. تا زندگی باید از روزگار دست بیاموزی و تجربه کسب کنیم، نه اینکه بخواهی هنگام مرگ بیاموزی و از خواب غفلت بیدار شوی. چون در گهواره در پیچ و تاب بودی، تا هنگام مرگ غافل و خواب بودی. پس تا هنگام مرگ غافل مشو از روزگار، که خشم آید از پروردگار.
نتیجه میگیریم که هر که از رحمت خدا نومید شد سرفراز نشد، هر که در انجام کار توکل نکرد پیروز و نیرومند و ثابت قدم نشد. 30 سال از زندگیم گذشت، در طول این 30 سال تجربیات فراوانی اندوختم و هیچ کاری دشوارتر از قانع کردن آدم آی که راه اشتباه میروند نیافتم و بدین نتیجه رسیدم دشوارترین کار قانع کردن آدم هاست. آدم ها وقتی قانع می شوند که راه اشتباه می روند، که به لبه پرتگاه رسیده اند یا به مرگ نزدیک شده اند یا دارن رسوا می شوند، در چنین زمان و چنین شرایطی قانع شدن دیگر چه سودی دارد، چون کار از کار گذشته است و چون نوش دارو پس از مرگ سهراب است. ای جان از مسواک و خمیر دندان غافل مشو، از دندان آوی سپید و مروارید طلایت غافل مشو. یک مسواک گر بدانی 5 دقیقه بیش نیست، فرار از مسواک فرار از سلامتی است. گر خواهی نشوی به بلای دندان درد گرفتار، این 5 دقیقه مسواک پس از وعده آی سگانه را غنیمت بشمار. بشکسته دندان پس از شیری باز دیگر نخواهد آمد، دیگر فرصت و قد از دست رفته سلامتی باز نخواهد آمد. هر دندان به یک مروارید و طلا می ارزد، شکر خدا برای هر دندان الماس نما که نریزد. خوشا آن دندان آوی که هرگز نریزد، خوشا آن پاک دل که با مرتب مسواک کردن زدن خواهد اگه نریزد. در کودکی و نوجوانی و جوانی عاشقی بودم که همیشه آرزوهای زیادی در سر داشتم. خیلی برای رسیدن به این عشقا و آرزوها و اهداف تلاش زیادی کردم. خستگی ناپذیری من اجازه نمیداد من این عشقا و آرزوها و هدفهایم را فراموش کنم و خودم را بسیار به زحمت می انداختم تا اینکه حتما به آن برسم و حالا هم دنبال آن می روم، یا می رسم یا نخواهم رسید، یا شاید به امید اینکه اگر خدا بخواهد تا من با تلاش خستگی ناپذیری که برای رسیدن به این عشقا و آرزوها صرف می کنم کمک کند و مرا برای رسیدن به آنها نائل کنند و بر استقراری و موفقیت برسانند و این آرزوها را برایم برآورده کنند، چون من سخت به آن محتاج و نیازمندم و نیز به سختی به عشق رسیدن به آن تشنه‌کامم و در تنگم، چون تشنه‌ای که در بیابان به دنبال آب می رود و هر جا می رود به گمان اینکه آب است سراب است، تا اینکه آبی را بیابد و چشمه دلاب. بنگر اولین لباسی که خدا داده چیست، گفتا
سلامتی آن گنج خدا دادیست. همه معدن را گشتم ندیدم گنجی مثل سلامتی، از در و نقره و گوهر بهتر مگر طلای سلامتی. گر هزاران میلیارد باشد در خزانه‌ات، چه سود ور نبود سلامتی و آرامش در تن جانانه‌ات. ما داماد را گویند خدا دهد پسر یا دختر، گوید هرچه باشد سلامتی است نشان برتر. آنکه سلامتی دارد گنجی دارد خود نداند، آنگاه دریابد که آن گنج از دستش رفته باشد. نعمتها و ارزشها گمنامند و ناشناخته، افسوس وقت خدان از دست رفتن آنها شوند شناخته. نعمتهای خدا را کس نتوان شمارد، نه با تسبیح و نه انگشتان و نه ماشین حساب تواند شمارد. هرچه سپاس گوییمشان اندک است، ارزش و تعداد آنها بیشتر از اندازه سپاس ماست. سلامتی یک بار است و جبران آن هزار بار، چه بسا دردهایی هستند که جبران شدنی نیستند. در جوانی عاشقی دل سوختم، با امیدی در دل آموختم. در سرم شور هزاران آرزو، عشقها انگیزه هر گفتگو، بیقرار و خستگی ناپذیر بود. تشنه هر کجا دشوار آنجا را سپرد، دل اگر افتاد اما قد نبود. می دویدم سوی مقصد بی امان، با دل پرخون ولی لب خندان. در لطف خدا تا نهد بر جان من لطفی عطا، تا اینکه این تشنه دلی سیراب شود، رستگار و کامیاب و شاد شود. چون کسی که تشنگی افتاده است، در بیابانی که بی فریاد است، می رود هر سو با امیدی به سر، لیک می بیند سرابی در گذر. تا بیابد آن چشم نشان، جرعه نوشش شود جانش روان. زندگی خانه ایست از آن بیقرار، دو پنجره دارد بر روزگار.
یکی سوی نور و صفا باز شد، دیگر سوی ظلمت پریشان سرود. یکی پنجره سوی آرامش است، به روی امید و به سوی نشست. دیگر پنجره گرد رنج و فریب، نشان هوس، خشم و زخمی عجیب. تو باشی گشاینده آن در راز، که هر صبح کدام آید در نواز. اگر سوی نور و خرد بگشایی، ببینی صفا را خوشی روشنایی. شود سرنوشت تو آکنده نور، نویسی به لب خنده در عبور. وگر پنجره باز گردد به شهر، فرو ریزد در دل دو در. تو باشی کلیدش به دست اختیار، تو باشی کلیدش به دست اختیار. نه تقدیر نه تاله نه چرخ و مدام، امینا گشای آن دری را که باک است، که آن راه خیر است و پایان نجات است. عشق تو مادر مادر مادر، عشق تو قلب من مثل نفس کشیدنه. با همه جان و تنم با من همیشه بودنه. مادر شبایی که گریه شدم، تو بیدار موندی برام. شیره جون تو دادی تا خواب بره از چشام. مادر یعنی گرمی خونه، یعنی تموم آسمونا، یعنی دعا، یعنی امید، یعنی همه عاشقونا. مادر یعنی شعر خدا که بیت به بیتش با صفا. مادر یعنی نور شبم، مادر فقط مادر فقط مادر. وقتی مریض و خسته‌ام با دست تو آروم میگیرم. میری برام تا هر کجا، بی چشم داشت بی دلیلم. تو عاشقونه ساختی با درد و رنج این دلم. هرچی بگی کم گفتم، بی مرد و بی مثالی تو. مادر یعنی گرمی خونه،
یعنی تموم آسمونا، یعنی دعا، یعنی امید، یعنی همه عاشقونا. تو تنها عشقی که بی منت و بی مرزی، شغلت محبت بود حتی اگه میسوزی. نه بیمه نه سقفی، فقط دلی دریایی. مادر بمون همیشه تنها پناه دنیایی. مادر جاودونه من هرگز نمیر هرگز. مادر ای جاودونه من هرگز نمیر هرگز. یا حسین ای عشق بی پایان من، تو چراغی در شب تاریک من. می ستایم نام پاکت را به جان، می پرستم عشق جاویدان. ای حسین اسم تو داره یه حس تازه، تو همیشه حقیقتی، همیشه بی نیاز و بازه. از تو میخونم، از تو میگم با همه عشق، نامت روشنه مثل خورشید درخشان عشق. در زمین و آسمون نامت بلنده، ذکر عشق تو همیشه پر کشنده. ای حسین اسم تو داره یه حس تازه، تو حقیقتی همیشه بی نیاز و بازه. ای فانوس شب تنهایی، ای پدر و مادر. ای فانوس شب تنهایی، ای شمع شبهای تاریکی. در خلوت دل تو میتابی با نور امید و باریکی. هرچند که شب گرفته در را از غصه و اشک بارانی، تو روشنی دل من باش در ظلمت بی پایانی. گاهی سخنی نمیگویم جز با تو ای هم نفس ناب، تو شاهد بغض خاموشی، تو همدم آه بی تاب. از درد دلم خبر داری چون راز نگفته میدانی. ای مونس لحظه های مرده، ای مرهم زخم پنهانی. ای پدر و مادر مهربانم، ای چراغ راه جانم. ای پدر و مادر نور زندگی،
ای مایه آرامش و روشنی، پدر و مادر ای نور قلبم، ای مثل شب‌های بی صبرم. ای پدر و مادر مهربانم، ای پدر و مادر مهربانم، ای چشم زلال و مهر و بینش، ای شعله ور از نور آفرینش، ای سایه سار مهربانی و وفا، روشنی بخش شب بی ادعا، ای کوه بلند صبر و ایثار، در دل طوفان پایدار و بردبار، در برابر تازیانه های سخت روزگار، همچون دیوار زمان محکم و سخت، ای امید جاودان در تیرگی، در سکوت درد و فریاد زندگی، چون درختی ریشه‌دار و سربلند، مانده اید با نسیم در کمن. هر کجا افتادم دستم گرفتید، از مسیر تخت با لبخند رفتید. گرچه بار زندگی سنگین شده، شانه آتان کو و دل آتان رده، چون چراغی در شب تارم شدید، بی صدا بی ادعا یارم شدید. تا نفس باقی از دل خواهتان، می تپد این جان به مهر راهتان. روزی روزگاری پسر بچه‌ای به نام مانی توی اتاقش نشسته بود و قصه میخورد. مامان آمد و پرسید چرا ناراحتی عزیزم؟ مانی گفت چون اسباب بازی دوستم بهتر از مال منه، چون دوستم دوچرخه داره و من ندارم، چون نمیتوانم همه چیز رو داشته باشم. ماما لبخند زد، کنارش نشست و گفت عزیزم میخوام یه راز خیلی مهم بهت بگم. مانی با چشای گرد گفت چه رازی؟ مامان گفت دنیا مثل یک بادکنکه، خیلی قشنگه ولی همیشه نمیمونه. اگه زیاد بچسبیش میترکه، اگر بخوای همش بیشتر و بیشتر بادش کنی از دستت میره. دنیا خوبه ولی نباید واسش ناراحت بشی، حسودی کنی یا قصه بخوری. مانی فکر کرد، بعد گفت یعنی بهتره تا جایی که خوش بگذره ازش استفاده کنیم. ماما خندید گفت آفرین پسر درنگم، دقیقا همینه. تو فقط باید آنقدر از دنیا بخوای که دلت شاد باشه ولی آروم بمونه، نه آنقدر که دلت تون تون بزنه یا خوابت نبره از فکر کردن بهش. مانی خندید، اسباب بازیش را بغل کرد و گفت پس من از امروز دیگه با دل شاد بازی میکنم،
نه با دل ناراحت، نه با دل ماما بوسیدش و گفت قشنگترین بازی امینه که با دل سبک انجامش بدی. پیامی برای کودک هر چیزی که خیلی زیاد بخوای ممکنه ناراحتت کنه، ولی وقتی یاد بگیری با دل قانع و خوشحال زندگی کنی همیشه توی دلت خورشید میتابه. عنوان سخنرانی: سبک شو، رها شو، اوج بگی. دوستان عزیز، امروز اینجا هستیم تا درباره باری که بر دوش خود حمل میکنیم و مسیری که پیش روی ما صحبت کنیم. همه ما در طول زندگی چیزهایی را جمع کرده ایم: نگرانی ها، وابستگی ها، ترس ها و خاطراتی که گاهی بیش از آن چه فکر میکنیم سنگین میشوند. اما پرسش اصلی این است: آیا این بارها با ما کمک میکنند یا مانعی برای رشد و آرامش هستند؟ زندگی همانند سفری است که هرچه سبکتر باشیم سریعتر و راحتتر به مقصد میرسیم. آیا تا به حال دیده اید که پرندگان چگونه بدون هیچ وابستگی آزادانه در آسمان پرواز میکنند؟ آنها سنگینی گذشته را با خود حمل نمی کنند، بلکه تنها به لحظه حال و اکنون ایمان دارند و با شجاعت به سوی فردا پرواز میکنند. امروز از شما میخواهم که لحظی به باری که با خود حمل میکنید فکر کنید چه چیزی شما را از حرکت باز می‌دارد؟ چه چیزی باعث شده که نتوانید با سرعتی که لیاقتش را دارید به سوی آینده قدم بردارید؟ سبک شدن تنها به معنای رها کردن چیزهای اضافی نیست، بلکه به معنای پذیرش آزادی درونی است. وقتی وابستگی اضافی را کنار می‌گذاریم، ذهن ما بازتر، روح آرامتر و مسیر ما روشن‌تر میشه. ما به جای اینکه در گذشته خود گیر کنیم میتوانیم با امید و قدرت فردایی را بسازیم که شایسته ماست. پس بیایید از همین لحظه تصمیم بگیریم که سبک شویم، رها شویم و با قدرت به سوی رؤیاهای خود پرواز کنیم. دنیای پیشرو متعلق به کسانی است که جسارت دارند، بارهای اضافی را کنار می‌گذارند و با قلب آرام مسیر موفقیت را در پیش می‌گیرند. با ایمان، با اراده و با شجاعت پیش بروید. آینده از آن شماست. ای انسان، ای رهرو این ره طولانی، سبک کن بارت را از رنج های پنهانی، که با دلی آرام و خیالی آسوده در پیش گیری سفر جاودانی. ای انسان، ای مسافر دنیا، سبک کن بارت را، که با خیال راحت در پیش گیری سفر آخرت را. زندگی راز نهانی در دل ایام است، نه کسی آگاه از آغاز، نه پایانش پیداست. سفر در دل افلاک مسیر بینشان،
گام میزنیم بی خبر از راه و مقصد آن. و کسی از آغاز دنیا خبر دارد و نه از آخرش، نه ز آغازش خبر دار نه ز فرجامش یقین. تنها لحظه آیمان گواهی از گذر زمین. ما را سپار نادانی سوی روشنی امید، هر نفس راز تازه‌ای در دل این سفر. زندگی یک راز پنهان است که نه از اولین سرنوشت با خبریم نه از آخرین سرنوشت با خبریم. حسین جان آمده شفیع روز محشر آمده. پادشاه ها هرچه وصفت کنم باز ام کم است، تو مرا به آل خودت وا مگذار. نتوان وصف تو کردن آن تو که باید، عاجز از وصف تو گفتار. هرچه مدعت گفتم کم گفتم، فضال تو جا ندارد برای افکای گفتم. وقتی که خورشید آسمان غروب می کند، یاد امام حسین می افتم که سرخی خونش و تن رو این تن گلگونش همچون شفق پدیدار است. و سر متعر بریده اش که بر روی نیزه رفته است، دلم را می خراشد و چشمانم چون خون گریه می کنم. من دوایی برای شفا بهتر از شربت تو ندارم. من خاکی برای شفا بهتر از تربت تو ندارم. ای طبیب گر برای شفایم به تو نظری عطا کنم، معجزه آسا و شفا بخش خواهد بود، اگر نمیتوانم به تو شک کنم. به نام پاک خداوند یکتای ایزد، که آفرینش در همه کس بریزد. هزاران سپاس به نام خدایی که هرچه دارم از اوست. همه جان و علم و قدرت و ثروت و شهرت و جمال و بصیرت و سلامتی و آرامشم از اوست. آن خدایی که به من پدر و مادری مهربان داد، که در کودکی و نوجوانی و جوانی به من خدمت کند و من هم در جوانی و پیرش به او خدمت کنم. با عقل و اندیشه و امامان و پیغمبران مرا راه داد که در چاه نیفتم. امامان و پیغمبران چو پدرانی دلسوز برای ما رنج کشیدن، به دام بلای دشمنان گرفتار شدن. بستر توحید و هدایت ما جان باختن. بستر توحید و هدایت ما جان باختن. هزاران افسوس که آدمیان قدرشان را ندانستند و بیشتر آن را به شهادت رساندند. چون حسین نباشد تن من مباد، من به عشق و ولایت حسین زنده‌ام. عشق به حسین در قلب من نوشته شده است. عشق به حسین با گوشت خون من آمیخته شده. عشق به حسین آتشی به جانم زد، سوختم و به خاکستر تبدیل شد. ای امام حسین، ای بلندترین قله پر افتخار جهان،
ای پرتکرارترین نام زیبا در جهان، در سراسر جهان. تو از قله دماوند و اورست بلندتری، هم در عزت و سربلندی و افتخار فراتری. تو از کوه‌های سربرافراشته استواتری، تو از ستارگان خورشید هم درخشانتری. تو از پدر و مادری مهربان آمدی پدید، یعنی حضرت علی و حضرت فاطمه آمدی پدید. کسی به پای تو هرگز نخواهد رسید، کسی مثل حسین هرگز نخواهد آمد پدید. اگر هزاران انسان از اول تا آخر تا روز قیامت آفریده شوند، هرگز از نظر اخلاق و جوانمردی و عزت و فضیلت به پای تو نمیرسند. کوه‌های سربرافراشته به پای عظمت تو نمیرسند، چه بسا کوه‌ها ممکن است به خاطر عظمت تو از جا بکنند و متلاشی شد. ای امام حسین، تو آهن ربایی هستی که سالانه در پیاده روی اربعین هم خطبه‌های مثبت و هم منفی را می ربایی و به خودت جذب میکنی. ما عاشقان و شیعیان تو پروانه هایی هستیم که شیفته و دیوانه تو هستیم و بر گرد بین اون حرمین و ذریع شش گوشه‌ات طواف میکنیم و در خاکستر آتش عشق تو میسوزیم و بر باد فنا میریم. تو جاذبه شیعیان اسلام و دافعی دشمنان اسلام از ابتدا و از رود عاشورا و تا قیامت هستی. تو دریای پرتلاطم عشق و عرفان هستی که شیعیان در تو غرق میشوند. تو شمع فرودان خاموش نشدنی محفل ها در طول تاریخ بشر تا کنون بودی و همچنان خواهیم. امام حسین شهید معلم بزرگ تاریخ بشر است، معلم بزرگ انسان آوی شهید علیه ظلم و ستم است. در دنیا هیچ معلم شهیدی ندیدم بر سر نیزه قرآن سوره کهف خواند. چه روز هزاران سنگ و درخت از خون امام حسین جوشیدند و نیز 4 روز از 7 آسمان باران خونین بارید و نیز فرشتگان و جنیان و موجودات و حیوانات و انسان‌ها گریستند بر آن امام دلبند. گر خواهی بدانی بهترین یاران وفادار جهان کیست، آن 72 تن شهیدان کربلا یاران امام حسین است که گویند 1000 بار چو شمع بسوزیم و تک تک گردیم و باز زنده گردیم، نخواهیم هرگز تو را رها کنیم و از تو جدا شویم. ما به عهد و پیمان های خویش استواریم، هرگز نخواهیم پیمان های ما را بشکنیم. در بهشت پروانستان دورت بگردیم، چو سیارات آسمان بر گرد تو ای خورشید هدایت حلقه بزنیم. شگفتا چنین گفت امام حسین در وصف یاران خویش، هرگز ندیدم من یارانی با وفاتر و مهربانتر از یاران خویش.
هر صبح که چشم باز کردم دیدم تکرار غروب دی پریشیدم. گفتم که جهان چرخه بی معناست، سایه گفت از نو ببین نترسیدم. در من شب و روز جنگ خاموشیست، دل خسته و عقل در فراموشیست. یک نیم صدا در دل من گفت بس است، آغوش خدا پناه آغوشیست. گفتم که دلم از این جهان دلگیر است، هر لحظه ام آمیخته با تقدیر است. سایه من گفت تو را روزنه ایست، حتی نفس خسته خودش تطهیر است. از تکرار گناه خسته ام ای دوست، از خوبی بی ثمر گسسته ام ای دوست. اما دل من هنوز میگوید باش، شاید برسد کسی رسته ام ای دوست. پل میزنم از شکوه تا روشن نور، با خستگیم میسازم این عبور. دست تویم گرچه ندارد چیزی، دل دارم اگر بس است با آن غرور. آدم به تماشای خودش حیران است، یک عمر در آینه ولی نادان است. در قدم از سکوت شب پرسیدم، آیا هدف از زیستن پنهان است؟ بیدارم از این جهان وارونه، نه قاعده دارد نه قانون نه. اما دل من هنوز میپرسد، شاید هدفی پشت این دیوانه. هر لحظه دلم اسیر تردید آمد، با سایی خودش در نبردید آمد. یک بار سکوت کرد و گفت آرام، در شکر آب خدا پدید آمد. در من همه شب صدا و خاموشیست، یک نیم صدا میان تاریکیست. او گاه مرا به سوی نورم خواند، گاه پر من شکست و ناپیداست. در تکرار جهان نهفته رازیست، در نالیده نشانه سازیست. از این همه پرسش و غم و اندوه، شاید که طلوع تازه آغاز است. در سینه‌ام آتشیست بی نام و نشان، در سینه‌ام آتشیست بی نام و نشان. نه خشم جهان نه آرام جان، هر شب به خودم گمان بردم شاید من خلق شدم برای امتحان. گفتم که چرا درد مرا کم نشد، گفتم که چرا شبم سردم نشد. شاجم تمام شده است، یک ساعت بعدم دوباره در خدمتیم. شاجم تمام شده است، یک ساعت بعدم در خدمت. ساعت 9 شاید تمام ساعت 9 در خدمت.